خرمشهر، نگینی درخشان در جنوب کشور عزیزمان ایران که حماسه ها و داستان هایی شنیدنی در دل خود نهفته دارد و رشادت ها و شجاعت های دلیر مردانی را به خود دیده که مثال زدنی هستند. شهری که همواره صدام آرزوی داشتن آن را داشت و هرچه در چنته داشت برای تصرف آن به میدان جنگ آورد. اما غافل از اینکه مردم میهندوست ایران در جلوی ارتش تا دندان مسلح او سینه سپر کردند که حتی حاضر به از دست دادن یک وجب از خاک میهن عزیزمان ایران نبودند و با جان و مال خود از این خاک مقدس دفاع کردند. امیر سرتیپ میر یونس معصومزاده یکی از هزاران قهرمانی بود که نقش بسزایی در آزادسازی و حفظ خرمشهر ایفا کرد. وی از فروردین سال 1359 در منطقه عمومی آبادان با مسئولیت یگان موشکی مستقر بود و با شروع تجاوز ارتش بعثی عراق از 3 مهر ماه 1359 در محور اهواز خرمشهر مستقر و از ادامه تجاوز دشمن به شهر اهواز با همکاری نیروهای ارتش، سپاه بسیج و شهید دکتر چمران جلوگیری نمود. ارتش متجاوز عراق جهت تصرف برق آسای خوزستان از انبوه تانک استفاده می‌نمودند. امیر یونس معصومزاده به منظور مقابله با هجوم تانک‌های دشمن از همان ابتدای شروع جنگ تحمیلی با ابتکار و خلاقیت یک دستگاه تانک غنیمتی T-62 را با اعمال تغییرات صنعتی به سلاحی مخوف تبدیل کرد و برای اولین بار این دستگاه تانک که به جای یک گلوله توپ تعداد 60 گلوله 122 موشکی را موازی شلیک می‌کرد در مأموریت‌های مختلف به کار گرفته شد. در مورخ 1/3/61 زمانی که قوای اسلام جهت آزادسازی خرمشهر به این شهر نزدیک و آن را محاصره نموده بودند، یک تیپ زرهی ارتش عراق با پیشرفته ترین تانک های آن روز در منطقه عمومی ایستگاه حسینیه مبادرت به تک نمود و سعی داشت با یک حمله برق‌آسا خود را به ساحل غربی رودخانه کارون رسانیده و قوای ایران که آماده آزادسازی خرمشهر بودند را محاصره و از سقوط خرمشهر جلوگیری نماید. امیر یونس معصومزاده با بکارگیری از این سلاح نوآورانه به مقابله تانک‌های مهاجم شتافت و با شلیک 60 موشک به صورت تیر مستقیم تانک‌های مهاجم در خط مقدم دشمن را هدف گرفت. ارتش عراق که از این حجم آتش غافلگیر شده بود، نه تنها حمله برق‌آسایش متوقف شد و میل به تجاوز در آنها منهدم گردید، بلکه تعداد زیادی از پیشرفته ترین تانک‌های دنیا و خدمه مجربشان منهدم و نیروهایش دچار ترس شدند. به ناچار تیپ مذکور متوقف و عقب نشینی نمود و خرمشهر توسط غیور مردان سرزمینمان آزاد گردید. این نوآوری و خلاقیت یک برتری فناوری برای جبهه حق ایجاد کرد. برتری فکری و خلاقیت ارتش ایران باعث خلق سلاح‌های ابتکاری شد که برای نیروهای بعثی غیرقابل پیش‌بینی بود. خرمشهر و کشور عزیزمان ایران با جانفشانی‌های دلیر مردانی همچون امیر سرتیپ میر یونس معصومزاده و هزاران ایثارگر دیگر حفظ و سربلند شده است. فداکاری‌های این بزرگ مردان هیچگاه از خاطر مردم کشور ایران فراموش نخواهد شد.